در پی اعتراضهای اخیر در قزاقستان روز دوم ینور جسدهای دو افسر بلندپایه پلیس و کمیته امنیت ملی این کشور را پیدا کردند. سردار پلیس ولایت جنبول جنرال جنت سلیمانوف بنا به خبرهای رسیده خودکشی کرده است. این خبر را خدمات مطبوعات شهرداری تراس مرکز ولایت جنبول تصدیق کرده گفته است متاسفانه این راست است. سبب این حادثه ها تحقیق کرده می شود. ژورنالیست نشریه ورمیا میخائیل کازاچکوف در تلگرام کانالش خبر داد که بعد اعتراضهای اخیر نسبت به جنت سلیمانوف پرونده جنایتی گشوده بودند و به وی تریبونال تهدید میکرد. او شرح نداده است که به ضد جنرال سلیمانوف چه اتهامی اعلان شده بود. قرار معلوم در جریان اعتراضهای اخیر در تراز 150 نفر بازداشت و تقریبا 10 نفر محو کرده شدند. در زده‌خوردها با اعتراضگران یک کارمند پلیس نیز کشته و 7 افسر دیگر زخمی شدند. در اینترنت همچنین ویدیوی نشر شد که چگونه در تراز به تظاهرگران سلاح تقسیم میکنند. روز دوم ینور جسد پلکوونیک کمیته امنیت ملی عظمت ابراهیف را نیز از زیر تیرزه خانه‌اش در پایتخت شهر نورسلطان پیدا کردند. خبرگزاری ریا نووستی خبر داد که زخمای بدن ابراهیف بیانگر از بلندی افتادن اوست. طور پلیس بیان کرد تیرزه منزل پلکوونیک ابراهیف کشوده بوده است. تفتیش این قضیه نیز شروع شده است. عظمت ابراهیف از افراد نزدیک به رئیس سابق کمیته امنیت ملی قزاقستان کریم مسیموف بود. مسیموف روز 5 ینور از مقام برکنار کرده شد. روز 6 ینور همراه چند نفر دیگر با اتهام خیانت به دولت به حبس گرفته شد. روز 9 ینور پرزیدنت قاسم جمال توقایف دو معاون کریم مسیموف را نیز از وظیفه‌هایش برکنار کرد. خبرگزاری کاستاگ خبر داد که روز 2 ینور یک پلکوونیک پلیس معاون سردار پلیس یکی از ناحیه‌های شهر الماتو نیز در جای کارش بر اثر سکته قلب جان باخته است. مرگ و میر این افسران بلندپایه در پی اعتراضهای گسترده در قزاقستان است که به حساب مقامات 164 کشته و بیش از 2200 زخمی به جا گذاشت. با اتهام اشتراک در بی‌ترتیبی‌ها بیش از 8000 نفر دستگیر شدند. در قزاقستان بر این باور دارند که رهبران برخی مقامات قدرتی به اعتراضگران کمک می‌رساندند. در جریان اعتراضهایی که تقریبا همه شهرهای بزرگ قزاقستان را فرا گرفت، تظاهرگران بناهای حاکمان 5 ولایت و شهرهای سمیعی را غصب کرده، همچنین فرودگاه و بنای دادستانی و دفترهای حزب حاکم نورتن و قرارگاه پرزیدنت را در شهر الماتو به دست آورده، هیکل پرزیدنت یکم کشور نورسلطان نظربایف را در تل قرغان از بیخ کردند. مقامات میگویند حال و وضعیت در قزاقستان پورا تحت نظارت گرفته شده است. بنا به خبرها در شهر الماتو تا حال صدای تیرپرانی شنیده می شود، ولی وضعیت در عموم تحت نظارت مقامات قرار دارد. آخرین اعتراضگران روز 8 ینور در شهرهای ژنازین و اختاو خانه به خانه پراکنده شدند.